خود کلپس کردی ولی اشکال نداره میگه این دو چه فروپاشی شدی. خیلی خوش اومدی عزیزم. مرسی. بچه اسلحه نگرفتیم رو سرشایی، الان یه خود استرس داره برای همین یه خود شبیه اونایی که استرس. خوبی؟ مرسی. همه چی عالی؟ نه استرس ندارم. استرس نداری؟ نه. اوضاع خوبه؟ خیلی خوب. بریم ببینیم چی میشه. ببینید بچه ها راجب سیدیای زودتر از باید صحبت کردیم، خیلی زیاد شده، خیلی بچه ها مراقب باشید، حتما میشه متخصص زنان سالیانه چک کنید خودتون رو. ما میخوایم ترکیب نخ و مزوژل انجام بدیم براش، بریم ببینیم چی میشه. تموم شد عزیزم، مبارکت. شور کن. سلامت بشی شولم. آه اینجوری چی؟ قبل عکساتون دارم سرفوز کنم. نه شور کن، راحت باشیم فیلم میگیریم. بچه خون صورتتون. ببینید ورودیای نخ گونه بوکا سرسم. گونه بوکال کاملا چرخید سمت من. اینجوری. راجب اینکه یه زندگی خوب چطور بود با هم زیاد صحبت کردیم. حالا راجب نخ چطوره؟ نخم. دخترت که دید. خب دخترش چطور بود؟ عالی بود، یعنی مامان خیلی تغییر کرد مشخص از عکسای قبلش. آره حالا یه خود کلپس کردی ولی اشکال نداره میگه این دو چه فروپاشی شدی. خب همیشه آدم کارهای تهاجمی رو اولش میترسه بعد که انجام میده ببینه هیچ ترسی نداشته. خیلی خب مبارکت باشه. مرسی، دستتون درد از اینکه نکنه. اجازه دادی.